Məqamımız میفرمایند که این مشاوره هتلر یه دقیقه دیر شده چون ما خودمان جام زهر اول خوردیم بهم بحثم بینه هم که باید آدم رفته اصلا اون برگشتی در کارش نیست بعد هم اصلا مخصوصا ایشان آلمانه هستی اصلا از کجا میفهمی که ما در الگرای اسلامی بدبختlik چهمون چه فهمیدی؟ یکی اونو میآورد که زبان ما حالش میشه مثل ملا حسنی فصیح صحبت میزنه من حرفی ندارم ولی شما خب صورت حساب ما رو در نظر بگیر دیگه آخه گل اینقدر لوس میکنی خودشه بدبختی بینوا توی مشاور درست حسابه بیاور مقام ها اونطور اصلا میکنه بابک زنزانه فهمیده؟ آفتاب تابان است قبله عالم در میان میدان است وسط آسمان است ببندید درها را بچرخانید سرها را محمد علی شاه قاجار شاه شاهان سایه خدا بر روی زمین با خدم و حشم وارد می شود دهدن باید بخون عجب شاه گلم بابا سو باورده بابا فقط پول نهار اونو میخواه بده کل خزانه این بدبختی به نوع خاله میشه یعنی بعد مجتبی خامنه‌ای قرض میگیره آنجا که کلام باز میماند گیتار همایونی را بیاورید بابا این گیتار برقی است در زمان ما از این چیزها نبود بدبخت راست میگی دیگه اون که برشی از کسا گیتار نفتی برایش هم ببره گیتار نفتی چیه بابا کلاسیک میخواد آکوستیک میزنه هی تو باز هی نفت و حراجش کنی هر چی برو پا میخواد بهش باز بده و اما مرو بیجامه رو یادت نره جر میخوره با غربی یا تو را بیا کوتا بیا نظامو میخوای باید بدی وای یه نو خودی نای حل کنی تو جای بری تو فضای مگه اینو نمیخوای بسپار به هاشمی که بگیره دست تو جیب تو پر کن و هی بخور کن و خزانه رو بارشو دور کن و نظام تو میگیرن حال تو وضع خراب تو علی غم بیایی خر بد قلقم غم تو داره میکشدم دم مرگی و برگی و رو میکنم واسه تو که پناه ببری به پوتین یا که چین یا بیای پیش من تو جهنم و هی بگی ممدلی